گوشه نشست. اول که دیر اومد، خب به نظر من اولین اشتباهش این بود که دیر اومد سر تمرین و من یک پوان مثبت داشتم و بعدش که یه گوشه نشسته بود دیگه، اصلا حتی کیفش هم تو دستش بود، یعنی انقدر معذب و استرس داشت. من تست خیلی دادم تا حالا، تست بازیگری، ولی یه چیزی که الان میخوام اینجا براتون تعریف بکنم اولین تست بازیگریه که واسه یه تئاتر دادم. من ترم 2 بازیگری بودم و یک چنل تلگرامی در واقع. یعنی ترم 2 بازیگری بودی؟ ترم 2 آموزش بازیگری بودم. آره، توی مؤسسه‌ای که میرفتم کلاس بازیگری ترم 2 بودم. اواسط ترم 2 بودم. بعد یه نفر فراخوان بازیگری گذاشته بود برای اجرای تئاترش و اینکه ما رفتیم از استادمون پرسیدیم، این نکته رو بگم، گفتیم که خانم محمدی، خانم ندا محمدی که استادمون بودن، گفتیم که ما ترم 2 هستیم، حالا به نظر شما زوده، چیه قضیه، بریم تست بدیم یا نه؟ ایشون گفتن نه بریم تست بدیم، خیلی اون فضای خوبیه و اگه که قبول بشین واسهتون بار آموزشی هم داره. ما رفتیم تست دادیم، یک تست دست جمعی بود، یعنی ما حدوداً شاید 30-40 تا دختر و پسر بودیم که رفته بودیم برای اون کار تست بدیم و این تست توی یک روز هم برگزار نمی‌شد. قرار بود تست در یک هفته برگزار بشه و اینها هی غربال بشن. اوایل که تستای دست جمعی رو میگرفتن، مثلا دست جمعی از همون تست تنفس میگرفتن، مثلا ببینن که ما تنفسمون چجوریه روی صحنه، تست بیان میگرفتن، تست بدن میگرفتن. چه جالب، من تا حالا تست تنفس نداشتم. آره این تست رو از ما میگرفتن که ببینن ما، چون ما همگی هنرجوهای بازیگری بودیم، میخواستن ببینن که ما در واقع چجوری اینو یاد گرفتیم، حالا این ابزارهای بازیگری رو آیا ما داریم یا نه، چقدر اینو یاد گرفتیم. گفتم بیان مزخرفی داری، این صدا چیه؟ که طلایی باید تو فکر آره اگه گفتن آره فکر کردی مثلا قیافت خوبه، چشات سبزه، یعنی بازیگری میگیری که ثابت کنی دروغ نگی. برو بابا این چیزا اصلا فلان اینا دیگه نشد، اونم نشد. بعد اون یک کارگردان بزرگواری که الان متاسفانه یه مدتی کار نمی‌کنن، من اسم نمیبرم، یک کار تئاتری رو داشتن آماده می‌کردن و فراخوان تست گذاشته بودن و من شرکت کردم. یک کافی شاپ بسیار دنج، این کارگردان بزرگوار به همراه دستیارشون اونجا نشسته بودن، یک لیست بود و تست می‌گرفتن و اینا. من رفتم اونجا، متن به من دادن، من متن رو خوندم و اصولا در پایان هر تست بازیگری به مراجعه کننده گفته میشه که اگر حتی ناراضی باشن میگن که یه شماره تماس بدین، ما باهاتون تماس میگیریم. اگر به من همینم نگفتن. روزنامه یه آگهی فراخوان بازیگری دید، فراخوان بازیگری کودک بود، کودک و نوجوان. بعد دید و یهو گفتش که دریا اینجا نوشته که فراخوان تئاتر، بیا برو تست بده و اینا. من گفتم مامان من نمیتونم، من نمیدونم باید برم چی کار کنم و این داستانا. با وجودی که آدم خجالتی، دختر خجالتی نبودم هیچ وقت، ولی اون اولین مواجهه من بود، برای همین یه استرس و یه ترسی سراغم اومد. خلاصه با اصرار مامان بهترین لباسی که اون موقع داشتم و تنم کردم و چون دور از این دنیا بودم نمیدونستم داستان چجوریه، آماده شدم و از صبحشم رفتم حموم و کلی آماده شدم و خیلی همه چیز عالی، خیلی برای خودم مقدمه چینی کردم و کلی توی ذهنم هی بالا پایین میکردم که میخوام چی کار کنم، چی میخوان اینا از من. خلاصه رفتم و یه خانومی اونجا نشسته بود، دیدم بیشتری ها همه خیلی کوچیک بودن، بچهای کوچیک بودن و اندازه من مثلا 1-2 نفر بیشتر نبودن. بعد به من گفتن که دیگه اسم و فامیلم و اینا رو گرفتن و گفتن بشین تا صدات کنم. تو این فاصله بچه‌هایی که میرفتن تست میدادن یه سن کوچیکی بود، یه خانومی نشسته بود، من حتی فامیلش رو یادم نیست، یه خانمی نشسته بود و بچه‌ها میرفتن رو اون سن یه نقشی رو بازی میکردن و به هر کسی نقشه یه حیوان رو میداد و اونجا جایی بود که من گفتم من این همه سال دارم برای خودم بازیگری میکنم، نقش هر کسی و هر چیزی رو بازی کردم الا حیوونا. و همون لحظه بود که یه استرس خیلی بدی اومد سراغم که من الان میخوام چه حیوانی بشم، قراره چه جوری بازی کنم و اون حیوونه چه صدایی داره و اصلا به این فیزیک من میخوره اون حیوان یا نه.
کار نکردم به معنای مطلق تست بازیگری و به گرفتن تست بازیگری هم اعتقادی ندارم. من یه سری بازیگر میشناسم، یه سری دوست دارم، از طریق اونها میتونم آدم‌ها رو در واقع یه سری مشخصات ازشون بگیرم، باشون کانکت بشم، حرف بزنم، ارتباط بگیرم، وقت بگذرونم در حد 1 یا 2 دیدار و ببینم آیا اون آدم به معنی مطلق با آن چیزی که من میاندیشم نزدیک هست یا نه. اگر نزدیک باشه و آموزش دیده باشه برای این کار، من مسئولیتی برای اینکه بخوام بار فنی بازیگر رو بر عهده بگیرم ندارم. بازیگر بار فنی رو داره، من هدایتش میکنم برای رسیدن به آن چیزی که هست. حتی هدایت هم نمیکنم، تدوین میکنم، کم و زیاد میکنم. بازیگر هست و دنیای خودش رو در نهایت اوست که روی صحنه است، نه من. چه نگرش جالب و خوبی واقعا، من خیلی لذت بردم که بازیگری بودم فکر میکنم. این یه کار دیگه بود و اینکه یه تست گروهی بود و همه بچه‌ها توی پلاتون نشسته بودن منتظر بودن که یکی یکی برن تست بدن. کارگردان متن بهمون داد، 3 تا مونولوگ بود و تو باید یکیشو انتخاب میکردی و اجرا میکردی. من یکیشو یکم خوندم و فلان و اینها، بعد دیگه استرس گرفتم. بعد به این مرحله رسیدم که باید پاشم از اینجا برم، نه باید اینجا بمونم و یه دروغی گفتم، سری لباسامو پوشیدم و وسایلامو برداشتم و اینا، داشتم حواس کارگردان نبود در باز میکردم که سری بزنم بیرون و اینا. با یه نفر دیگه بودم که اون اصلا الان دیگه توی دنیای تئاتر نیست، کلا توی دنیای بازیگری و تئاتر، و اون کلا رفت، همونجا دیگه کلا رفت. من اونجا رفتم، تا دم در رفتم، یهو کارگردان صدام زد، گفتش که مهسا جان یه لحظه. گفتم جان. Wait a minute. Who are you? چی شده؟ گفتش که کجا داری میری؟ و من یه دروغ گفتم که من فلانجا مثلا فلان اتفاق برام افتاده، باید سریعتر برم، خیلی عجله دارم، اصلا وقت ندارم، خیلی فرصه، خیلی مثلا باید سریع برم. همه‌شو داشتم دروغ میگفتم. بعد گفتش که آها یعنی همین الان برات کار پیش اومده. گفتم آره آقای رضایی، خیلی مثلا فرصه باید حتما برم، نمیتونم بمونم، ببخشید فلان اینا. اون که فهمید من دارم دروغ میگم، ضایع بود که من دارم دروغ میگم. یه روز توی کلاس بچه‌ها رو نشون قرار بود تست بدیم و اتود کنیم یه حالا موضوعی رو. بچه‌ها رو نشون روی صندلیا و منو بلند صدا زد. این کار نمی‌کرد هیچ وقت. من بلند صدا زد و گفتش که نازنین بیاد. همیشه میپرسند که کی میخواد بیاد. گفت نازنین بیاد. خب من خیلی برایشون احترام قائلم. حالا در کنار رفاقتی که با هم داریم استاد منن واقعا. بعد من گفتم که از ما بگذرین این دفعه رو. گفت نازنین بیاد دیگه. خیلی قاطع و مثل یک استاد دستور به من داده شد که پاشو و بیا. خیلی ترسیدم. بلند شدم، تمام بدنم میلرزید. تمام بدنم که تمام بچه ها میدیدن لرزش منو. تب سرد، استرس، میتونستم بزنم زیر گریه. و رفتم جلوی صحنه، یک اتود بسیار سخت به من دادن و تمام دستامو اینجوری منقبض کرده بودم که همینه، نازنین. انگار اونی که اون تو گیر کرده بود و خودم صدا میزدم که میگفتم یا الان میای بیرون یا دیگه اصلا نمیذارم که توی این فضا باشی، لایق نیستی دیگه. و اولین کلمه رو که گفتم یک صدا شاید خیلی مثلا توهمی و غیر واقعی به نظر برسه، ولی من اولین کلمه رو که گفتم و اولین قدم رو که روی اون صحنه توی اون تست برداشتم، صدای درونم شنیدم. و بعد دقیقا یاد خودم افتادم که مثلا قبلا ها که حالا کوچیک‌تر بودم و تجربه کمتری داشتم، راحت نبودم سر تمرین. بعد دیدم چقدر راحتی بهم کمک میکنه و جلسه اولی که امروز بود به طور جدی دیگه میزانسن رو گرفتیم، دیدم ایول چقدر جالبه. تصمیم گرفتم از اونجا به بعد تستایی که میرم خودم بندازم توی موقعیت، مثلا منتظر این نباشم که کارگردان ازم چیزی بخواد. حالا درسته که یه سری چارچوب هایی توی کار هر کارگردانی وجود داره، ببخشید خیلی پرحرفی ولی به نظرم پررویی بازیگر اهمیت داره. پررویی که میگم مساویه با جسارت اون بازیگر. رهاتر میشی و چیزی که میخوای شاید بهتر بهش برسی. مسیر به تاثیر قضاوت از
بد بودنه. آره. مثلا تمرین جای اینه که تو آره تست کنی دیگه. دقیقاً باید اشتباه کنی تا بفهمی درستش یا اون چیزی که میتونه زیباترش کنه اون کاراکتر رو یا بسازه در میاد دیگه. اشتباه اول باعث میشه که تو بفهمی که داری اشتباه میری مسیر تو و مسیر درسته رو. چقدر درست غلط استفاده کردم که مخالفشم. بعد من توی اون تستای دست جمعی اوکی بودم، همه تستا رو اوکی میرفتم هر روز و اینا. من خیلی ولی خجالتی و بسیار درونگرا بودم. من الانم خیلی درونگرام ولی خب تحت کنترلمه. اون موقع خیلی تحت کنترلم نبود تا رسیدیم به روزی که گفتن خب حالا باید بیاین تک تک این وسط تست بدیم. آره یعنی هر جلوی اون مثلا 30 نفر 40 نفری که من مثلا شاید 5-6 نفرشون رو میشناختم که دوستان بودن که با هم رفته بودیم، بقیه رو نمیشناختم، بعد میرفتم وسط تست میدادم. بعد من نتونستم و رفتم قایم شدم. حقیقتا رفتم اون پشت به دوستانم گفتم که من تست نمیدم. خیلی برامشون گفتم من تست نمیدم. عارفه توی این ویدیو هست، عارفه یادشه اونجا با من بود. بعد منو گرفته بود میگفت یعنی چی ما همیشه دنبال یک همچین موقعیت، یعنی چی من تست نمیدم؟ تو روز داری میای اصلا چی الان یهو میگی من تست نمیدم و اینا. بعد من انقدر بعد ما لباس تمرین تنمون بود، من گفتم من تست نمیدم، رفتم پشت لباسمو عوض کردم. یعنی در این حد من دیگه مطمئن بودم که تست نمیدم. لباسمو عوض کردم و یه گوشه وایسادم که دیده هم نشم. حتی نقش یک مست رو بازی کن. گفت نقش یک مست رو بازی کن، یک مست خیلی پاره. بعد من تا خب تا اون موقع در واقع مست نکرده بودم. من باشه چش خیلی سفت گفتم الان این نقش مست بالا براتون بازی میکنم. بعد بلند شدم و خلاصه بداهه یک نقش مستی رو بازی کردم. موقعی که تموم شد طرف بلند شد گفت که دائم الخمری. گفتم که نه الان که میشه شما مست نیستم. گفت مطمئنی؟ گفتم آره. تو یک کارگردان هستی، خب قطعا با یه سری بازیگران سر کار داشتی و حالا سر تمرینت اومدن و این داستانا. کسی مثلا تست جالبی بوده که یه نفر بیاد بخواد تست بده یه چیز چالش برانگیز باشه، یعنی این داستان خودت نباشه؟ بکرات تا دلت بخواد بندازی موهای سرت. آره میتونم 2 تاشو تعریف کنم، بر خاطر اینکه من میگم هیچ وقت تست بازیگری نگرفتم و تو فضا خودم قرار ندادم، ولی یه بار فراخوان داده بودم برای منشی صحنه واسه اجرام که اسفند 97 خورشید روی صحنه رفت و فوق العاده من پیام‌های بامزه‌ای از آدم‌ها گرفته بودم. یه پسری برای من پیام گذاشته بود و گفته بود که رنگ چشمشو گفته بود، قد و وزنشو گفته بود و گفته بود سایز کفشم 42. سایز کفششو گفته بود و من اینجوری بودم که تو آگاهی داری مثلا اصلا داری اصلا قرار چی کار بکنی. من یه خاطره بامزه دیگه هم یادم اومد. یه دختر خانم برای من پیام گذاشتن گفتن که من لاغرم، کارش سنگین که نیست به فشار بیاد. بعد من و بعد از اون با اولین کار تئاترم فکر میکنم بعد از 2 یا 3 ماه بعد از این تست ها و فرآیندها بود، توی یک نمایشی که 30 تا بازیگر داشت. اولین کاراکتری که به من دادن برای بازی لال بود و 2 دقیقه از یک نمایش 2 ساعته بود که میرفتم رو صحنه، بعد محکوم میشدم چون لال بودم نمیتونستم دفاع کنم و اعدام میشدم. صدای درونم شنیدم که یک چیزی شکست، یک چیزی ریخت و در آن واحد خودم رو میدیدم از اینجا که یک نازنینی که در من 5 سال زندگی کرده بود که نمیدونم کدوم بچه شخصیتم بود، من بلدش نبودم، ولی حالا به هر نحوی 5 سال با من اومده بود. دیدم که رفت، توی همون کلمه اول دیدم که جدا شد ازم و تست رو انجام دادم، دیالوگا رو گفتم، ترس رفت، استرابه رفت، دیگه نمی لرزیدم و اینجوری بودم که بالاخره توی همین صحنه کوچولو با همه همکلاسیات داری اجرا میکنی. بریز بیرون هر آن رویای عجیبی که در ذهنت بوده که آی در فلان صحنه و در فلان، و برای من فوق‌العاده بود.
یک لحظه نقطه عطف بود توی زندگی و از اونجا انگار دوباره شروع شد. میدونی نقشا اومدن، بازی کردم، روی صحنه رفتم و مدیون خانم محمدی هم واقعا مدیون اون باوریم که به من داشت، میدونست که چی هستین تو و من خودم یادم رفته بود و مدیون اون اقتدارم که بالاخره من خودم خیلی سعی کردم، خیلی تلاش کردم، خیلی زیاد. یه خلاصه وایستادم تا نوبتم بشه. نوبتم که شد صدام زدن و با کلی استرس و ترس و لرز رفتم اون بالا و فکر کنم دومین باری بود که میرفتم دیگه سن. قبلا توی مدرسه نمایش مدرسه‌ای و دانش آموزی بازی می‌کردم. رفتم و گفتم که بهش چند سالته؟ گفتم فکر کنم 16 سالم بود، 16 17 سالم. گفتش که خب دریا جون لطفا نقش جوجه رو برای ما بازی کن. من جای کپ کردم گفتم جوجه و گفتم نمیشه یه چیز دیگه بگیم، من جوجه کم به فیزیک من نمیخوره. نشستم رو زمین و همطوری شروع کردم به جیک جیک کردن و گفت حالا نقش جوجه ای رو بازی کن که به یه درخت بسته شده و یه مار داره میاد سمتش. بعد یه خیلی سخت‌تر شد و خیلی داشت سخت‌تر میشد. و گفتش که حالا غیر از جیک جیک کردن برام صحبت هم بکن، ولی فکر کن که یک جوجه‌ای. دیگه اونجا بود که من دستپورت زدم به یکی از کاراکترهایی که قبلا از حالا دوران قبلی که میگم برای خودم بازیگری میکردم رفتم به اون دوران و کاراکتر کودکی که داشتم و بازی کردم، با زبون کودکانه شروع کردم همون جوجه رو بازی کردم. صداشو میشه بگی چجوری بود یادته؟ اینجوری صحبت کردم میشه یادم بره. آره دیگه من خلاصه براش جوجه شدم، من توی براش تا صبح صحبت کردم. فهمید دروغ میگم و من گفت نه باید بیای تستتو بدی و فلان الان و اینا. بعد بچه من انقدر استرس داشتم که اون مونولوگی که انتخاب کرده بودم که بخوام تست بدم رو وقتی که رفتم روی انگار صحنه در واقع بین بچه‌ها روی صندلی نشستم که تستم رو بدم یه چیز دیگه اجرا کردم و وقتی که تموم شد فهمیدم که اونی که خودم می‌خواستم و اجرا نکردم و نمیدونم اون از کجا و چی بود که اجرا کردم. یعنی اینقدر من تحت فشار روانی بودم که اصلا خودم نمیدونستم که اونی که می‌خواستم و اجرا کردم یا نکردم. بعدش فهمیدم تازه. خلاصه اونجا سریع بعد از اینکه تست رو دادم تازه اونم تا نصفه دادم، وسطش قطع کردم گفتم من نمیتونم و آقای رضایی هم گفتن برو و من رفتم و تمام روز رو من داشتم گریه می‌کردم که اینجوری بودم که مثلا من چقدر آدم بی‌اعتماد به نفسیم، چقدر مثلا فلانم و اینا. بعد این همطوری منو نگاه کرد و از اول یه آقایی کنار این خانم نشسته بود، یه آقای سیبیلو با نمک مهربون نشسته بود کنار این خانم و موقعی که من تستم تموم شد گفت بیا پایین و به طور کلی به همه گفتش که خب اگه شما انتخاب بشین باهاتون تماس میگیریم و من داشتم میرفتم بیرون. زنگ زدم که بگم بیان دنبالم، منتظر مامانم که بودم اون آقایی که میگم یهو اومد پیش من. آره سیبیلو مهربون با نمک اومد پیش من. گفتش که من یه نمایشی دارم میخوام ببرم اجرا و میخوام یه چیزی رو بهت بگم، اینا تو رو نخواستن، یعنی منو قبول نکرده بودن اونا. گفتش ولی من خودم کارگردانم، نویسندم و کارام تا حالا چند بار توی جشنواره رفته و حالا جایزه گرفتم و این داستانا. اگر ممکنه و خودت دوست داری با همین صدایی که رفتی اون بالا بازی کردی من از تو خوشم اومده. البته در پروسه تمرین هنرام شکوفا شد. اون نمایش با 2 کاراکتر دیگه رفتم اون صحنه و بعد از اون شروع شد. الان بعد از گذشت فکر میکنم 4 سال که 2 سالش هم کرونا بود و هیچ کاری نکردیم، بعد از تقریبا 2 سال مفید کاری 11 تا اجرا رفتم اون صحنه، تقریبا 9 تاش کاراکتر اصلی بودم، یه اجرا کارگردانی کردم، یه اجرای دیگه هم در حال کارگردانیش هستم، 3 تا اجرای دیگه هم در حال حاضر همزمان دارم بازی میکنم. یهو خودمو کشف کردم، یهو فهمیدم که من واقعی ام، کیک نیستم. خب
خوب بازی کردی دمت گرم بهت زنگ میزنیم. این گذشت و کارگردانه زنگ زد گفت من میخوام واقعا زمانی که مست بشی رو ببینم، میای با هم عرق بخوریم؟ بعد منم که اصلا اهل این داستانو نبودم، اصلا به هیچ عنوان خط قرمزم. گفت یعنی موقعی که زنگ زد گفت سلام چطوری، من آقای فلانی هستم، شما قبول شدین اینها، ولی خب قبلش بیا یک جلسه بذاریم میخوام ببینم واقعا تو چطوری مست میشی. آره یه پلنی بکنیم. دقیقاً. و زمانی که اینو گفتم آره باشه چشم میام، حتما آدرس بفرستین چه روزی و اینها. بعد از اون زمانی که گفت تو قبول شد اینا خیلی خوشحال شدم و این داستان مسی هم بود، گفت بیا با هم عرق بخوریم و فلان و اینا. بعد اون مثلا ساعتهای حدود 4 بعد از ظهر اینا زنگ زد، بعد از ظهر زنگ زد. شبش من اون شب باید میرفتم هیئت. خلاصه این تو ذهنم اومد که الان تو در واقع داری علاقتو به عقیدت میفروشی. عقیدتو به علاقت میفروشی. عقیدتو به علاقت داری میفروشی. تا موقعی که پام به هیئت نرسیده بود تصمیم گرفته بودم برم اونجا و خیلی صفر بشینم باهاش عرق بخورم، ولی زمانی که رفتم هیئت و خلاصه اون هیئت تموم شد و اینها، بهش پیام دادم که ببخشید من در واقع نمیتونم بیام و یک سر کار دیگه هستم، باید برم سر کار و نمیتونم بیام سر کار شما و اون جلسه رو با هم داشته باشید. گفت چرا اینها فلان اینا، گفتم دیگه نمیشه میگه و اونم بعدش خیلی صرف برخورد کرد، گفت دیگه هرجور خودت تمایل داری رو و بعد قطع کرد. ولی خب الان که دارم به اون موضوع فکر میکنم خیلی شرایط عجیب غریبی بوده درون خودم. آره خیلی. الان پشیمونی؟ نه اصلا پشیمون نیستم. آره. الان خوشبختانه سر 2 تا نمایشم که جفتشو خیلی دوست می‌دارم و دوست داشتنی هستن واقعا جفتشون. فقط یه چیزی دلم بخواد بگم اینه که هر کاری که در این دنیا دلتون میخواد انجام بدین، هر کاری، من نمیگم فقط تئاتر، آرت، نه، هر کاری. اگه دلتون میخواد صبح از خواب بیدار شین و برای خانواده‌تون غذا بپزین، اگه دلتون میخواد کتاب بخونین، هر کاری که میخواین انجام بدین و با 100% انجام بدین. تنها چیزی باشه که یاد گرفتم توی این 20 و اندی سال، 29 و اندی سال، خودم خواستم بچه کنم توی این 30 سال حتی، مهمترین چیزی که یاد گرفتم، چیزی به اسم ترس وجود نداره. هر آن چیزی که ازش میترسیم خودمون ساختیم. هر آن بوتی که برای خودمون میسازیم که من نمیتونم، این نمیذاره، یک حبابه که وقتی از دور مثل یک گوی سنگی به نظر میرسه و وقتی بهش نزدیک میشی میبینی که یک حبابه و با یک ضربه، یک فوت از بین میره. و این مهمترین چیزیه که نترسید، انجام بدید. تهش اینه که نمیشه دیگه. اگر ممکنه و خودت دوست داری، با همین صدایی که رفتیم اون بالا بازی کردیم، من از تو خوشم اومده. در واقع من رفتم اونجا برای یه کار دیگه تست بدم و آره آقای مصطفی خیلی میافته خیلی آره و خیلی یعنی شروع و استارت دنیای حرفه‌ای بازیگری من اینجا بود که آقای مصطفی داوطلب که من همیشه ازش ممنونم، که رفیق خیلی خیلی خوب منه، که اون باعث و بانی این شد، منو برد سر کار خودش و ما حدوداً فکر کنم 6-7 ماه، درست یادم نیست، شاید حتی نزدیک 1 سال ما تمرین میکردیم و تو کل اون تمرین ها من با همون صدا تمرین میکردم و اونم برای تئاتر کودک و نوجوان بود. ما تمرین کردیم رفتیم جلو، در حدی که ما دکور رو درست کردیم، لباسامون رو انتخاب کردیم. اینم که اجرا نرفتیم.
نرفتیم. تمام این کارا رو انجام دادیم و در مرحله پایانی که ما باید میرفتیم اجرا و مجوز اجرا میگرفتیم به ما مجوز اجرا ندادن و یه دلیلش هم فکر کنم به خاطر همین بود که دختر بودیم هممون و مثلا یکی دوتامون با صدای بچگونه حرف میزدیم و خلاصه مشکل داشتن. ولی اتفاق خوبی که در پس این ماجرا افتاد، آقای محمد حسن نیازی منو توی تمرینای آقای داوطلب دید و ایشون منو آورد وارد تئاتر کرد و من اولین تجربه جدی من شد یتیمخانه فونیکس که آقای محمد نیازی خودشون اومدن به من گفتن و من از ایشونم خیلی خیلی ممنونم. اینجوری بهتون بگم که اون آقای کارگردان جلسه بعد تست غیر مستقیم به من گفت که من از تستای قبلی تو راضی بودم و حالا اشکال نداره که الان دچار استرس شدی و نتونستی تست بدی، ادامه بده. ادامه دادم و من توی اون کار بازی کردم به عنوان بازیگر فرم. توی کار بعدی اون آقای کارگردان بین اون مثلا 20 تا دختری که تست گرفته بود و میخواست بالاخره از یکیشون استفاده بکنه، منی که تست نداده بودم و استرس گرفته بودم تنها کسی بودم که توی اون قربال باقی موندم و بازی کردم توی اون کار و اولین کاری که در واقع نقش داشتم و دیالوگ داشتم نتیجه همون تست بود که من نداده بودم. ولی خب من اینجا هم از استادم ممنونم و هم از اون آقای کارگردان به من که متوجه شدن که من قابلیتش رو دارم، ولی خب اونجا استرس گرفتم و صبوری کردن و به من اعتماد. ایشون هم واقعا و دقیقا فرداش به من زنگ زدن که از بین بچه‌ها من انتخاب شدم. اینجوری بودم چرا؟ چجوری اصلا؟ چجوری واقعا چجوری؟ و اینکه اون شد که من اولین بار و حتی دومین بار با آقای رضایی کار کردم. مرسی، ممنون از اینکه منو انتخاب کردی. ممنونم ازت. من انتخاب کنم. قربونتون برم، لطف کردین. راستشو نه نرفتم. واقعا نرفتم. ممنونم. بای بای.